دوش رفتم به تماشای خرابات فرنگ، شوخ گفتار رند دلم از دست ربود. به نام خدا و عرض سلام حضور هموطنان گرامی و همزبانان عزیز. دوستان ارجمند، خواستم مطالب مختصری را در مورد پیام علامه اقبال که می خواهد غرب و فرنگ را و ارزش‌ها و معیارهایی که در نزد سیاستمدارهای غرب است به ما بیان کند خدمتتان بیان کنم. قبل از اینکه شعری را که علامه اقبال در این مورد سروده است بخوانم، این را عرض میکنم که علامه اقبال در طول 300 سال هیچ کسی از نگاه دانایی و فهم و درایت سیاسی و فلسفه و حکمت، اخلاق، تصوف، عرفان، شعر و ادبیات که دارای کمالات و ویژگی‌های منحصر به فرد است در حوزه ما عرض وجود نکرده است. علامه اقبال ضمن اینکه شاعر، فیلسوف، حکیم، سیاستمدار و صوفی وارسته است، دارای دل تپنده و احساس بسیار بالایی است که تمنای رشد و شگوفایی جهان غرب را در ذهن داشته و در ضمیر می پرورانده، آرزوی رسیدن به عدالت و انصاف و زدودن استبداد و استعمار و تجاوز از حریم کشورهای شرقی خصوصا اسلامی بوده است که واقعا جایگاهش بسیار بلند و رفیع در تاریخ و منطقه ماست. علامه اقبال در این شعر یا در این پیام میخواهد این را به ما بگوید که غرب یا در کشورهای غربی در بین سیاستمدارهای غرب معیارها و اصول پایه های حاکم است که خلاف آنچه ما تصور میکنیم، خلاف آنچه که برای ما گفتن، خلاف آرزوها و توقعات و احساس نیک مردم شرق، معیارهای وارونه و معیارهای ریاکارانه یا اصول پایه های استبدادی و استعماری حاکم است که ما نتوانستیم بر آن اصول پایه ها به اصطلاح مشاهره شویم یا آگاهی حاصل کنیم که علامه اقبال ما را هشدار میدهد. و این را عرض کنم درست است که در غرب انسان‌هایی هم هستند که دلشون به خاطر تأمین عدالت و حقوق انسان‌ها، برابری و انصاف و نیکی و رسیدن همه کشورها و انسان‌ها به عدالت و انصاف و رفاه اجتماعی میتپه، هیچ جای شکی نیست. ولی موازین و قوانین و اصولی در غرب حاکم است، خصوصا در بین سیاستمدارا، که معیارهای انسانی در نزد آنها هیچ ارزشی ندارد و مسائل اخلاقی و تربیتی را به باد سخریه میگیرند. علامه اقبال در این شعرش این مسائل را به اصطلاح با مخاطبینش گوشزد میکنند. شعر خدمتتان میخوانم. دوش رفتم به تماشای خرابات فرنگ، شوخ گفتار رند دلم از دست رو بود. گفت این نیست کلیسا که بیابی در وی، صحبت دخترک زهروش نای سرود. این خرابات فرنگ است ز تاثیر میش، آنچه مذموم شمارند نماید محمود. نیک و بد را به ترازوی دگر سنجیدیم، چشمه داشت ترازوی نصارا و یهود. خوب زشت است اگر پنجه گیرات شکست، زشت خوب است اگر تاب توانی تو فزود. تو اگر در نگری جز ز ریا نیست حیات، هر که اندر گرو صدق صفا بود نبود. دعوی صدق صفا پرده ناموس ریاست، پیر ما گفت مس از سیم بباید اندود. فاش گفتم به تو اسرار نهانخانه زیست، به کسی باز مگو تا که بیابی مقصود. دوستان عزیز، مرور مختصری بر این اشعار می داشته باشیم
علامه اقبال میگه دوش رفتم به تماشای خرابات فرنگ. وقتی که من عصرگاهان یا صبحگاهان به تماشای مجلس خرابات غرب رفتم، یک شخصیت یا یک فرد یا یک جوان یا یک زیبا کلامی برای من مطالبی را برای من پیشکش کرد. گفت که واقعا دل مرا از دلخانیم برد، بسیار دلنشین و مطالب بسیار ارزنده را گفت که من گرویده سخنان آن شوخ گفتار شدم. شوخ گفتار و آن رند چه گفته؟ میگه که گفت این نیست کلیسا که بیابی در وی، صحبت دخترک زهروش نای سرود. جایی که تو آمده ای تشریف آورده ای کلیسا نیست که دخترک که با آواز نی یا با سرود دلانگیزش مسائل اخلاقی، دعاهای بسیار دلانگیز و شاد کننده یا رحم آورنده را برای تو به اصطلاح بنوازه و دل تو را رحم کنه و واقعیت های عینی را بیان کنه و از خدا شفقت مهر بخواه. اینجا کجاست؟ این خرابات فرنگ است تاثیر میش، آنچه مذموم شما نماید محمود. اینجا که آمده این نمایشگاه یا مرکز یا خرابات فرنگ است که از تأثیر می خودخواهانه و مغرورانهش چیزی که زیباست زشت جلوه میکنه و چیزی که زشت است زیبا جلوه میکنه. نیک و بد را به ترازوی دیگر سنجیدیم، چشمه داشت ترازوی نصارا و یهود. خوب و زشت معیارها و اصولها و ارزشهایی که در ذهن مردم نهادینه شده بود و طبیعی جلوه میکرد در اینجا وارونه است. واقعا چشمه‌ای که از آنجا آبشخور اندیشه های یهود نصارا که بیرون تراوش میکنه در اینجا به شکل دیگری میجوشه. خوب زشت است اگر پنجه گیرات شکست، زشت خوب است اگر تاب توان تو فزود. بله در فرنگستان یا در خرابات فرنگ وقتی چیز پنجه و بازوی شما را سست بسازه، نیرو و انرژی و توانایی ها و قوت های مادی و پولی و اقتصادی برای شما عرضه نکنه، در اینجا ولو که زیبا هم باشه زشت است. اما آنچه که شما را قوی بسازه، سلاح و مهمات و تفنگ در اختیار شما قرار بده و شما را از نگاه اقتصاد توانایی ببخشه، ولو که زشت هم باشه، ولو که کره هم باشه، در اینجا زیبا، در اینجا خوب و در اینجا دلربا جلوه میکنه. بنابراین تو اگر در نگری جز بریا نیست حیات، هر که اندر گرو صدق صفا بود نبود. در اینجا در خرابات فرنگ هر آنچه که به نام دموکراسی، عدالت، انصاف، حقوق بشر، سازمان ملل و حقوق اطفال، حقوق زنها، برابری، کثرت‌گرایی است، بجز کلمات، بجز ریا، بجز تزویر، بجز لفاظی چیزی دیگری نیست. هر کسی که از نگاه واقعیت و نفس الامری صادقانه صدق صفا بورزه در اینجا جایگاه ندارد. هر که اندر گرو صدق صفا بود نبود، به جای نمی رسد. دعوی صدق صفا پرده ناموس ریاست، پیر ما گفت مثل سیم بباید اندود. دعوای صدق و صفا جز پرده بر استعمار، بر استبداد، بر چاپیدن مردم، بر فریب و نیرنگ جامعه انسانی در دیار غرب نیست. پیر ما گفت در غرب مثل زرندود میکنن، مثل پشت طلا میدهن، طلا گفته به بازار عرضه میکنن. بنابراین اقبال بر ما و جامعه انسانی و خصوصا کسایی که دل پاک دارن فریب و زرق برق و کلمات شیرین و موزون غرب را میخورن. چی میگه؟ فاش گفتم به تو اسرار نهانخانه زیست، به کسی باز مگو تا که بیابی مقصود. مطالب و موضوعاتی را که در غرب حاکم است، ترازو و معیارهایی که در اینجا حاکم است، این مطالب برای شما، برای مخاطبین فاش و صریح، بدون در لفافه، بدون رمز راز، صادقانه و صریح بیان داشتم. با کسی نگوی
خودتان هوشیار باشه، فریب و زرق و برق و کلمات موزون به اصطلاح سیاستمداران غرب را نخوره، خودتان به اصطلاح هوشیار باشه، از خود نگهبانی بکنه. در کنار از این خدمتتان عرض کنم که در غرب تنها سیاستمداران و فریبکاران و نیرنگبازان نیستند، بلکه در غرب معیارهای انسانی هم هست. افراد، گروه ها، نهله ها و سازمان های خیریه و انسان دوستانه هم هستند که دلشان به خاطر عدالت، انصاف، برابری و نیکویی و حقوق انسان ها میتپه. ولی در نزد اکثر سیاستمدارهای غرب معیارهای اخلاقی، سازمان های به اصطلاح حقوق بشری هیچ به اصطلاح اهمیت نداره. آرزو و تمنای اکثر این فریبکارها و نیرنگبازها چاپیدن کشورها و به دست آوردن قدرت و زور و حاکمیت است. این بود مطالب مختصری خدمتتان از اندیشه و افکار و پیام اقبال لاهوری عرض کردم. امیدوار هستم که مورد توجهتان قرار بگیرد. شاد و رستگار باشید.